در ساعت‌های نخستین آغاز رسمی سودای وامبرگ‌های بانک اسخط در بیرژه فوندی آسیای میانه در دوشنبه به مقدار بیش از 1 میلیون سومانی وامبرگ‌ها به فروش رفتند. صدای گانگ بیرژه فوندی آسیای میانه در دوشنبه امروز 14 اپریل بعد از 2 سال تشکیل شدن این بیرژه دوباره بلند شد. نخستین ناشر کاغذهای قیمتناک در بیرژه بانک اسخط شد و صبح امروز فروش وامبرگ‌های 2 ساله این بانک با بهره 22% سالانه در این بیرژه به فروش گذاشته شد. در ساعت‌های اول فعالیت بیرژه در حجم 1 میلیون سومانی وامبرگ‌های اسخط به فروش رفتند. خورشید ناصرو رهبر شورای مدیران بانک اسخط گفت از نتیجه روز اولین به فروش برآوردن وامبرگ‌ها قناعتمندند، چونکه منتظر نبودند در روز نخستین این مقدار وامبرگ‌ها به فروش می‌روند. ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه می‌گشاید. رهبریت بیرژه گفتند این نتیجه اولین فروش است و در دوام روز آن میتواند تغییر یابد. در عین حال در بازار 200,000 دانه کاغذ موجود است. عموما سرمایه‌گذاران میتونند این را خرید کنند، چون انانه ما پیش از سبدو سر شدنش یک چند تا گوییم پری اوردر گوییم предзаказо گرفتگی هستیم. یکمی سرمایه‌گذار باید خرید و فروش کاغذهای قیمتناکی اسخط این شرکت وطنی GSP فراز میباشد که در حجم 1 میلیون سومان خرید وامبرگو رو اظهار نموده و امروز همین چیز رو میخرند. برای همون نیز ما با شرکت فراز مینادوری خود رو میخواستیم بیان نماییم. نخستین بیرژه فوندی آسیای مرکزی ماه اکتبر سال 2015 در پایتخت تاجیکستان فعال شد. مؤسسان اصلی بیرژه فوندی آسیای مرکزی شرکت‌های تاجیکستانی و شرکت بریتانیایی GMX هستند. از شرکت‌های تاجیکستانی تأسیس دهنده این بیرژه نام برده نمی‌شود، اما به معلومات غیر رسمی بیرژه را شرکت‌های نزدیک به حکومت تأسیس دادند. تأسیس این بیرژه را کوشش برای به میان آمدن بازار فروش کاغذهای قیمتناک عنوان می‌کنند. اقتصاددان‌ها میگویند در شرایط تاجیکستان که اکثریت شرکت‌ها محاسبات دوگانه دارند و میزان اقتصاد پس پردگی بلند است، رشد بازار کاغذهای قیمتناک که از شرکت‌ها کار شفاف را طلب می‌کند به کندی پیش می‌رود.